سلام بچه، حالتون چطوره؟ چه خبر؟ چیکار میکنین؟ آقا تو این بیبرقی ما این کتاب رو گرفتیم، کتاب هشاشین، نویسنده تامس کیفورد، ترجمه جواد سید اشرف. خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب سنگینیه، تعداد برگ خیلی بالایی داره، قشنگ جلد گالینگور داره با برگای سفید و خیلی داستانش هم قشنگ بود. من این کتاب رو خوندم. تحلیلش هم این که داستان هیجانیه و در مورد کلیسا و اتفاقاتی که میفته این حرف هست. بعد آقا من اینو میخوام بفروشم. از نظر وزنی فکر میکنم حداقل نیم کیلو به بالا 1 کیلو وزنش باشه. میخوام بگم پولتون حیف نمیشه. پولی که شما داری هزینه میکنی در ازاش یه کتاب گرم بالا داری میخری. خدا وکیلی حمایت کنید اینو بخرید که من بتونم کتابای دیگرم بخرم و تو این تابستون بخونم، به شما معرفی کنم، شما بخونید و حالش ببرید. منتظر کامنت های خوبتون هستم. قیمت خواستین زیر قیمت بپرسید بهتون بگم چند. بعد قیمت جلد و اینا رو اصلا در نظر نگیره، اینا یه چیزای تخیلی واسه چندین سال پیشه. کتاب آره داداش ته انبار مونده بود ولی سالمه، تمیزه. ببین خوردگی، زدگی، پارگی هیچی نداره. ببین آفتاب مافتابم نیده، فقط دست خودم بوده. با الکل کامل براتون ضد عفونیش میکنم میفرستم. ارسالم هزینهش پای خودتونه داداش، هزینه ارسال گرونه. قربونت، خداحافظ.